بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که هرچه داریم از اوست. امروز میخوایم در مورد هدف گذاری و نوع نگرشی که ما نسبت به خودمون و نسبت به اون هدف داریم بیایم و صحبت کنیم. اینکه اگر ما توی زندگی برای خودمون یه هدفی خوب در درجه اول، من باید برای خودم یه هدف روشن و شفاف و مشخص و واضحی داشته باشم که اصلا از این زندگی چی میخوام و قراره که توی این فرصت زمانی که به من داده شده برای زندگی کردن چه هدفی برای خودم تعیین کنم و چقدر میتونه اون هدف برای من تاثیرگذار باشه و اون سبک زندگی من رو تحت تاثیر خودش قرار بده. زمانی که من میام و برای خودم یه هدف مشخص میکنم، یه هدفی که خیلی شفاف هست، یه هدفی که خیلی روشن و واضح هست و من همه تلاشمو کردم که در هنگامی که دارم اون هدف رو برای خودم انتخاب میکنم بیام و همه جوانبش رو در نظر بگیرم که اگه به این هدف رسیدم قراره که چه اتفاقی برای من بیفته، قراره به چه حسی برسم، قراره بعد از اینکه این هدف برای من حالا تیک خورد من قراره به چی دست پیدا کنم. حالا جدا از اون بحث مالی که میتونه داشته باشه، مالی اقتصادی که میتونه داشته باشه، من قراره به چی برسم. من در درون خودم قراره که یک مسئله رو حل کنم با رسیدن به هدفم و اون مسئله حالا شاید آرامش درونی باشه، شاید رسیدن به شعف و شادی درونی باشه، حس رضایت و اطمینان خاطر باشه و همه اینا میتونه تاثیرگذار باشه توی اون حالا هدفی که من برای خودم انتخاب میکنم. زمانی که من خوب هدف برای خودم انتخاب کردم، حالا نیاز به یه سری سلسله مراتب هست که من باید اون کارها رو انجام بدم تا به هدفم برسم. حالا زمانی که من هدف رو برای خودم انتخاب میکنم، اینکه چه دیدی دارم نسبت به خودم و نسبت به اون مسیری که قراره برم بهش برسم و نسبت به اون هدفی که قراره بهش دست پیدا کنم، همه اینها باعث میشه که اون نگرش من، اون طرز فکر من روی این مسیر تاثیر بذاره. یعنی اگر من در خودم این رو ببینم که من میتونم به اون هدف برسم، اون هدف برای من حالا با این باور که اون هدف برای من قابل دسترسی هست و من میتونم بهش برسم و یا شاید از درون اون احساس لیاقت و شایستگی رو دارم نسبت به اون هدف، زمانی که با این نگرش بخوام برم جلو، حالا با نگرش مثبت بخوام برم جلو، قطعا میتونه خیلی از مسائل و مشکلاتی که سر راه من هست رو با راحتی هرچه بهتر بتونم اونها رو پشت سر بذارم، اون موانع، اون چالش ها رو و اون مسائل رو، و زمانی که اون موانع، چالش ها رو از سر راهم برمیدارم خیلی بهتر میتونم به هدفم برسم. پس اینکه در درجه اول من چه نگرشی دارم نسبت به خودم، نسبت به اون مسیرم و در نهایت نسبت به اون هدف خیلی میتونه مهم باشه. حالا اینکه این نگرش چجوری مثبت بشه، اینکه این نگرش رو چجوری در خودم به وجود بیارم، اینکه چجوری احساس لیاقت و شایستگی داشته باشم. خب از وقتی که ما بچه بودیم بالاخره شاید توی مدرسه، توی جمع خانواده، دوستان مورد تحقیر و یا سرزنش قرار گرفتیم و از یک واژه‌هایی، از یک کلماتی، از یک سرزنش‌هایی و از یک تحقیرهایی ما این رو فهمیدیم که مثلا من شاید به اندازه کافی خوب نیستم، من شاید به اندازه کافی استعداد ندارم، من شاید به اندازه کافی شایستگی و احساس لیاقت رسیدن به اون هدف و اون جایگاه و به اون حالا شرایطی که شرایط خوب هست برای زندگی کردن رو شاید من نداشته باشم و چون اینها از قبل هر روز به صورت روزانه و بارها تکرار شده توی زندگی ما، از اونجا به بعد این یواش یواش جمع شده و تبدیل رفته توی ناخودآگاه و تبدیل شده به یه سری باورهایی که من دیگه باور کردم من به همین سطحی که دارم باید راضی باشم، من باید باور کنم احساس اون لیاقت، اون احساس شایستگی رو ندارم برای رسیدن به یه هدف بزرگ، به یه هدفی که حالا یه چشم انداز خیلی بزرگی باشه و وقتی که من به اون هدف میرسم میتونم از تمام وجودیت خودم استفاده کنم، یعنی تمام صد خودم رو بزنم توی راه و به بهترین و شایسته ترین زندگی ممکن دسترسی پیدا کنم. این از اونجایی میاد که میگم اون تحقیرها، اون حالا سرزنش‌ها و اون دیدهای منفی که دیگران خودشون حالا نسل به نسل توی ذهنشون بوده و اومدن اینا رو هی نسل به نسل به ما منتقل کردن، اینا همه باعث میشه که ما توی وجودمون یه سری باورها داشته باشیم، یه سری احساس عدم لیاقت‌ها داشته باشیم. این احساس عدم لیاقت‌ها باعث میشه که من از اون مسیر و زندگی که لایقش باشم و در خورش باشم و خداوندی که منو با وجود تمام پتانسیل‌های درونی من آفریده که هر کدومشون به صورت معجزه‌وار دارن با هم دیگه هماهنگی میکنن، دارن با هم دیگه بر اساس یک نظم و یک ترتیبی هر روز دارن با هم دیگه در همکاری و هماهنگی و تعادل هستن که من نوعی، من انسان بتونم یک سری فعالیت‌های روزانه رو انجام بدم. چطور میشه خدایی که من آفریده با وجود تمام پتانسیل‌های درونی که در من قرار داده، با وجود اینکه میگه آسمان و زمین و هر چی که بین اون هست رو برای تو
آفریدم و با وجود اینکه خودش رو در اختیار من قرار داده، گفته بخوانید مرا تاجابت کنم شما رو، گفته من از رگ گردن به شما نزدیکتر هستم، گفته که هر جایی که شما هستی من هم اونجا هستم، من میبینم، میشنوم و آگاهم و شما رو میبینم و از درون سینه ها آگاهم. خدایی که به این میزان اومده اون پتانسیل های درونی رو در من قرار داده، اومده اون محیط رو برای من آماده کرده و اومده وجود از اون جوهری اصلی وجود خودش در درون من قرار داده، پس قطعا من رو برای یک زندگی به سبک یک زندگی حیوانی که حالا بین ویژگی هایی که بین ما و حیوانات مشترک هست، یعنی خوردن، حالا خوابیدن و رسیدن به یک مقام و جایگاهی که حالا حیوانات توی مثلا اون کسی که قدرت بیشتری داره میخواد اون سرپرستی اون محیط یا اون گروه ها رو به دست بیاره، یعنی یک محیطی رو مثلا بخواد اونجا احساس قدرت کنه توی اون محیط یا بخواد یک گروهی رو سرپرستیشون رو به عهده بگیره. اینجاست که ما از این سبک زندگی حیوانی بالاخره باید فراتر باشیم. چرا؟ چون خداوند به من انسان گفته که من زمین و آسمان رو برای تو آفریدم، هر چیزی که بین اون هست رو برای تو آفریدم و قطعا از همین نظم و هماهنگی حالا آسمان و زمین، از همین هوشی که در طبیعت وجود داره، از اینی که حالا داریم می‌بینیم جوری که طبیعت رشد میکنه، جوری که یه گیاه حالا رشد میکنه در توی دل خاک کاشته میشه و این رشد میکنه و همه چیز، یعنی هماهنگی ابر، باران، هماهنگی آسمان، دریا، همه اینها داره این رو میخواد به من نوعی، به من انسان یادآوری کنه که تو بیهوده خلق نشدی و تو ضعیف نیستی، تو توی این دنیا تنها نیستی و اگر که خودت رو باور کنی، اگر اون احساس شایسته، اگر به خودت یادآوری کنی که من خدایی دارم که من رو آفریده و پتانسیل های درونی زیادی رو در من قرار داده و این محیط رو برای من آماده کرده، زمین و آسمان رو برای من آماده کرده و از همه مهمتر اینکه خودش منو هدایت میکنه، خودش من رو کفایت میکنه و خودش از من محافظت میکنه، این خودشه که به من روزی میده و این خودشه که مسیر رو برای من هموار میکنه. پس وقتی که من این همه پتانسیل دارم، نمیتونم بگم که خب من توی کشوری زندگی میکنم که امکان رشد نیست، من توی کشوری زندگی میکنم که بقیه نمیخوان من پیشرفت کنم، من توی کشوری زندگی میکنم که اگه بخواد کسی رشد کنه زیر پاشو خالی میکنن و اون طرف دیگه نمیتونه رشد کنه. زمانی که ما این حرفا رو میزنیم، یعنی باز دوباره فراموش کردیم که همون خدایی که من آفریده و تمام شرایط رو برای من فراهم کرده میگه اگر من بخوام تو رو بلندت کنم و به جایگاه رفیعی برسونم، هیچ کسی نمیتونه جلوی من رو بگیره و اگر قرار باشه که من تو رو به حالا سطح پایینی برسونم، بازم کسی نمیتونه جلوی خداوند رو بگیره. پس اینو فراموش نکنیم که ما تنها نیستیم، من انسان تنها نیستم، هر چقدر که انسان‌ها، شرایط، محیط، قوانین دست به دست هم بدن و بخوان که من رو پایین بکشن و نذارن رشد کنم و نذارن پیشرفت کنم، حالا در قالب تحریم، در قالب تورم، در قالب هر قوانینی هستش که نمیذاره مثلا من بخوام با اون سطحی که لایقش هستم برسم، همه اینها باعث میشه که وقتی که من به خودم یادآوری کنم من تنها نیستم، وقتی به خودم یادآوری کنم کسی هست که داره منو رصد میکنه، کسی هست که حواسش به من هست، کسی هست که داره نگاه میکنه، آگاهه، بصیره، میبینه و میشنوه و به من وعده داده که اگر تو منو قبول داشته باشی، پتانسیل های درونی خودت رو قبول داشته باشی و باور داشته باشی که من این زمین و آسمان رو برای تو آفریدم، پس اگر روی خودت حساب کنی، اگر روی من حساب کنی، اگر ایمانتو نسبت به من نشون بدی و ایمانتو به من ثابت کنی، من جوری بلندت میکنم، جوری به اون پاداش های نیکو تو رو میرسونم که هیچ کسی نمیتونه جلوی تو رو بگیره، که هیچ کسی نمیتونه جلوی من رو بگیره که من بخوام بلندت کنم. پس وقتی که از لحاظ اعتقادی این اعتقاد در من ایجاد بشه، این نگرش در من ایجاد بشه که خدایی هست که موافق تمام قدرت هاست، که خدایی هست که اون قدرت، نیرو، توان، زیبایی، ثروت، هوش از هر لحاظ، علم از هر لحاظ از همه برتر و بالاتر هست، خدایی که از همه چیز، از همه کس بی‌نیاز هست و همه چیز و همه کس در این عالم به اون نیازمند هست، این خدایی که انقدر میتونه مقتدر باشه و بر همه چیز توانایی و تسلط داشته باشه، پس قطعا میتونه به من کمک کنه. منی که قراره یک اینجایی که الان مثلا محور زندگی من هست، قراره که بیام توی این زندگی و این زندگی رو زندگی کنم، این زندگی مادی رو تجربه کنم و بعدش هم برگردم، یعنی روح من برگشت داده میشه به سمت همون خدا. پس قطعا منو به خاطر یک سری حالا کارهای روزمره و کارهایی که یه سری کارهایی هستش که من حالا خیلی کار خاصی انجام نمیدم در طول روز و خیلی هدف خاصی ندارم و دارم زندگیمو به روزمرگی میگذرونم و خیلی هدف خاصی ندارم، خیلی ایمان قوی به اون خدا ندارم، به خودم ندارم و فکر میکنم به هر جهت به این دنیا اومدم و آفریده شدم و قرار یک مدتی زندگی کنم با وجود همه لذت‌ها و سختی‌هایی که داره، بعدش هم برم. اگه بیام و فکر کنم به خودم و به این فکر کنم که این زمین، این آسمان برای من آفریده شده، این پتانسیل‌های درونی، قدرت ذهن که فوق‌العاده است، قدرت قلب که فوق‌العاده
استفاده است، ذهنی که ما میتونیم با استفاده از اون ذهن و پتانسیل های درونی خودمون بیایم و دنیای خودمون رو خلق کنیم. من با استفاده از قدرت ذهنم، یعنی زمانی که من ذهن رو نشناسم و به قدرت ذهن پی نبرم، فکر میکنم که من یک آدم معمولی هستم و خب اومدم یک زندگی معمولی داشته باشم و بعدش هم از این دنیا برم، در صورتی که خدا من این ذهن رو به همه انسان ها داده. چه کسانی که حالا اومدن و از این قدرت ذهن استفاده کردن و زندگی‌های خیلی فوق‌العاده و شگفت‌انگیزی دارن، و چه کسایی که قدرت ذهن رو نشناختن و نتونستن از اون بیشترین پتانسیل‌های درونی خودشون استفاده کنن. اگه من آگاه باشم، اگه من بدونم، اگه من در جریان باشم که این ذهن چیکار میکنه با من، این ذهن چیکار میتونه کنه در قالب خلق دنیای من، قطعا میتونه روی زندگی من تاثیرگذار باشه. خود ایمان، خود مؤلفه ایمان، خود ذهن، خود قلب، همه اینا چیزهایی هستن که خداوند اینا در اختیار من قرار داده تا با استفاده از اینها بیام و یک زندگی رویایی رو برای خودم بسازم. خب من توی این محوری که زندگی هستم، از لحظه‌ای که متولد میشم و تا لحظه‌ای که قرار دوباره برگردم به جهان ابدی خودم، خب این محور زندگی من هر چقدر که باشه، حالا بین 50 سال، 60 سال، 70، 80، 90 سال، خب من یک بار قرار اینو تجربه کنم. پس اون خدایی که من میشناسم، اون خدایی که میدونم مهربونه، میدونم بخشنده است، میدونم خدایی هستش که بی‌نهایت نسبت به بنده‌هاش رئوف و مهربان هست، این خدا نمیاد توی این محور زندگی من بخواد فقط سختی‌ها رو سر راه من قرار بده و مشکلات و سختی ها باشه و بگه که تو فقط باید توی مشکلات و سختی ها باشی و بعدش هم مثلا بازگشت پیدا کنی. با توجه به اون شناختی که از مهربونی، از رئوف بودن، از اون بخشندگی بی‌نهایتی که خداوند داره، میتونم این نگرش مثبت رو در خودم ایجاد کنم که اون خدا میخواد من توی محور زندگیم بیام و بهترین ها رو تجربه کنم، با این جسم مادی که به من داده شده بیام و بهترین ها رو تجربه کنم و برای خودم اهدافی بذارم که اون اهداف در نهایت با تلاشی که انجام میدم، با کارهای ذهنی که انجام میدم، با اون کارهای عملی که انجام میدم و با اون ایمانی که به خداوند دارم، قطعا میتونم بعد از گذشته یا یک سری کارهایی که انجام میدم برسم به اون زندگی رویایی، برسم به اون زندگی بی‌نظیری که خداوند من رو برای اون زندگی خلق کرده، نه برای زندگی که حالا توی اون بخوام با مسائل و مشکلات دست و پنجه نرم کنم و که قطعا همه اینها، این مشکلات، این مسائلی که قرار من باشون دست و پنجه نرم کنم، اتفاقا زمانی به وجود میاد که من وجود خداوند رو فراموش کنم. وقتی که من غافل بشم از وجود خدایی که من رو آفریده و زمین و آسمان رو در اختیار من قرار داده و اون پتانسیل ها درونی رو در اختیار من قرار داده، وقتی که من غافل میشم و خودم رو تنها و ضعیف توی این دنیا، توی این جهان، توی این عالم تصور میکنم، قطعا باعث میشه که خب از یه جایی به بعد خداوند میگه وقتی که من از توی زندگیت حذف شدم، پس این مسیر رو از یه جایی به بعد خودت تنها برو. و من نوعی، من انسان، چه در قالب زن چه در قالب مرد، فارغ از جنسیت بخوایم مثلا بهش نگاه کنیم، وقتی که هر چقدر که پول داشته باشم، هر چقدر که قدرت داشته باشم، یا یه آدم معمولی هم باشم، در نهایت یه جاهایی مثلا شاید به ناامیدی برسم، یه جاهایی شاید به شکست ها برسم، یه جاهایی شاید زندگی برام اون معنا و انگیزه و اون هیجان و معنای واقعیش رو از دست بده. وقتی که ایمان نباشه، وقتی که باور نداشته باشم خدایی هست که میتونه بهم کمک کنه، وقتی اون اعتقاد نباشه که خدایی هست که میتونه منو از توی بدترین شرایط و از بدترین چالش ها بیرون بکشه، خب از یه جایی به بعد زندگی برام سخت میشه. و حالا هر چقدر که مثلا شاید پول داشته باشم و از لحاظ مالی اوکی باشم، ولی اون خلایی که من فراموش کردم خدایی هست، اون خلأ باعث میشه که من اون آرامش درونی و شاید اون آرامش روان رو از دست بدم و زمانی که من سلامت روانم دچار آسیب میشه، قطعا نمیتونم از زندگی خودم لذت ببرم، قطعا نمیتونم از زندگی خودم اونجور که باید و شایسته اون زندگی هست بتونم ازش لذت ببرم و مسیر زندگیم ادامه بدم. پس این خیلی مهمه که من مؤلفه ایمان رو حتما توی زندگیم رعایت کنم و هر جایی که احساس کردم من ضعیفم، اون تحقیرهای گذشته، اون سرزنش‌های گذشته، اون ناکافی بودن‌هایی که از طریق دیگران به من تحمیل شده، میاد توی ذهنم و میخواد مثل یه سدی عمل کنه که نذاره من اهداف داشته باشم، که نذاره من زندگی رویایی خودم رو تصور کنم، یک زندگی ایدئال برای خودم تصور کنم. بیام و با استفاده از این مؤلفه، یعنی ایمان و خداوند، وجود خداوند و اینکه خداوند این همه پتانسیل، این همه امکانات رو در اختیار من قرار داده که در نهایت این من هستم که با استفاده از اینها بتونم اون زندگی رویایی و اون زندگی شگفت‌انگیزی که میخوام در این دنیایی که توی محوری که به خاطر اون هدفه به اون دنیا اومدم، در نتیجه بیام به هدفم برسم، تلاشمو کنم، از اون زندگی لذت ببرم و دوباره اون روح بازگشت پیدا کنه به سمت خدای من. خب این خیلی میتونه خوشبینانه تر باشه نسبت به این زندگی که من اومدم توی محور زندگیم و قراره زندگی سخت، یه زندگی که فقط توش باید در مقابل چالش ها، سختی ها مقاومت کنم، سختی بکشم، رنج بکشم، بیماری بکشم، اندوه و
ترس‌ها، شک و تردیدها همه بر من غالب بشه، در نهایت یک روح خسته، یک جسم مریض و یک سلامت روانی که دچار آسیب شده رو با این حالت بخوام بازگشت پیدا کنم به سمت خدای خودم. قطعا اگر اینجوری بود خداوند اصلا این هدف رو برای خودش نمیذاشت که من انسان رو خلق کنه و که بخواد منو بیاد و آزار بده، شکنجه بده و دوباره به سمتش برگردم. پس زمانی که به رؤوف بودن خدا، به مهربون بودن خدا من ایمان بیارم، بدونم که این خدایی که میتونه مالک و سرپرستی تمام این جهان هستی رو بر عهده داره و میتونه اونا رو مدیریت کنه، پس قطعا میتونه زندگی من یک نفر رو هم مدیریت کنه و منو هدایت کنه به سمت مسیری که اون مسیر میتونه بهترین مسیر باشه و در نهایت من به سمت زندگی رویایی و شگفت انگیزی که لایقش هستم و شایسته اون هستم و اون خدایی که مالک تمام آسمان ها و زمین هست من رو برای این سبک زندگی که توش بهترین ها برای من باشه رو قطعا بتونم تجربهش کنم و با دلی خوش و با رضایت و حس خوب نسبت به خودم و خدای خودم به جهان بعد منتقل بشم و با آغوش پروردگار خودم برگردم. به خدای میسپارمتون که در همین حوالی است. موفق باشید.